سلام، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. امروز با من همراه باشید که میخوام از حواشی فیلم اوپنهایمر بهتون بگم. خب قبل هر چیزی به سراغ معرفی شخصیتی بریم که فیلم درباره او ساخته شده. رابرت اوپنهایمر دانشمند فیزیک نظری و استاد دانشگاه کالیفرنیا بود. در جریان جنگ جهانی دوم، پروژه محرمانه زیر نظر ارتش آمریکا به نام منهدن شکل گرفت و اوپنهایمر به عنوان رهبر این پروژه انتخاب شد. هدف از این پروژه ساخت بمب اتمی و استفاده از آن در جهت پایان دادن به جنگ بود. پروژه منهدن در سال 1939 کلید خورد و 6 سال به طول انجامید. در جریان این مدت 130,000 نفر بر روی آن کار کردند و 2 میلیارد دلار بودجه صرف شد. سرانجام در تاریخ 16 جولای 1945 اولین آزمایش بمب اتمی در نیومکزیکو آمریکا زیر نظر اوپنهایمر انجام شد. تنها یک ماه بعد در تاریخ 6 آگوست 1945 ناکازاکی و هیروشیما مورد حمله اتمی قرار گرفتند و در جریان آن بین 129 تا 226 هزار نفر کشته شدند. میگن که اوپنهایمر در لحظه انفجار اولین بمب اتمی در نیومکزیکو شعری از بگواد گیتار نقل میکنه. شعری با این مضمون که من خود مرگ شدم، ویرانگر دنیاها. و بعد در میانه اکران فیلم اوپنهایمر یک صحنه از این فیلم جنجال‌هایی رو میان راستگرایان هندو در هند به راه انداخت، به طوری که برخی از اونا خواستار تحریم فیلم و حذف صحنه دارای رابطه جنسی شدند. در این صحنه شخصیت اول فیلم رابرت اوپنهایمر با بازی کیلیان مورفی توی هماغوشی با معشوقش جین تاتلاک کتاب بگواد گیتا که یکی از مقدس‌ترین متن‌های هندو توش بوده رو برمی‌داره و جمله از اونو میخونه: اکنون من به مرگ تبدیل میشوم، ویرانگر دنیاها. که اینجا یکی از حزب ملی‌گراهای بارادیاجاناتا هند این صحنه را حمله مستقیم به اعتقادات مذهبی 1 میلیارد هندو خوانده و اونو اعلان جنگ علیه جامعه هندوها و بخشی از توطئه بزرگتر نیروهای ضد هندو عنوان کرده است. خب دوستان، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه میخواین درباره شخصیت‌های فیلم بیشتر بدونید، ویدیوهای بعدی ما رو حتما دنبال کنید. فعلا خدا نگهدارتون.